به به به، سلام. چی شد که یاد ما کردی پسر جون؟ خیلی خوش اومدی، اصلا به این ویدیو خیلی خوش اومدی. مفتخرم که بهتون بگم که خیلی خوش اومدید به برنامه نوستالژیک. در واقع اینجوری بگم، خانوم ها آقایان، خیلی خوش اومدید به شروع برنامه نوستالژیک. خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره برنامه نوستالژیک رو دارم شروع میکنم. امشب ساعت 1:42 شب من شروع کردم که برنامه نوستالژیک رو برای شما شروع کنم. الانم بگم که داداشم خوابه، خانوادم دارن میشنون که من دارم چی میگم بهتون. خلاصه که آره. و حالا برای شروع برنامه نوستالژیک، در واقع برای شروع برنامه نوستالژیک از چی قرار شروع کنم؟ آقا کامران، در میون این همه موضوعات مختلف در تمام دنیا، بین این همه شگفتی، بین این همه خاطرات، از دهه‌های مختلف، از 70 به این طرف، از 60 70 80 دیگه، حالا این دو سه نسل رو بگیریم، بین این همه داستان از چی قرار شروع کنیم؟ الان بهت میگم. یه بازی دوست داشتنی، قدیمی، نوستالژیک، باحال، جذاب، خوش تفریح، لذت بخش، مفرح. بازی هیل کلایمب یا کلیم ریسینگ. چیه؟ داستان بازی دیگه، بازی ماشینه. اونجایی که من خیلی علاقه به ماشین دارم، خواهش میکنم قربان شما، کار خاصی نکردم، خواهش میکنم، انجام وظیفه بوده، بالاخره علاقه است دیگه، خواهش میکنم بالاخره دیگه. و آره، داستان از چه قراره؟ آقا شما این بازی رو نصب میکنه. خب لوگوی برنامه یه آدمیه که اولی که اینو بگم، آهنگو داری که مردکیه که کلا سرشه، کلا اینجوری کلا کپ میگن چی میگن، سواری ماشین قرمزه. شما داستان این بود که باید میرفتی اون مرحله رو، مثلا میرفتی سکه جمع میکردی، پاداش میگرفتی، پول جمع میکردی، میرفتی مثلا ماشین رو تقویت میکردی، مثلا میرفتی یه مرحله دیگر رو شروع میکردی. که حالا داستان چی بود؟ حالا زرنگ بازی منو باشید. من حالا نمیدونم داستانش میشه بهش گفت که زرنگ بازی من یا نه. من می اومدم پول جمع میکردم، حتی واسه ماشین قیمتم پول خرج میکردم، اصلا و ابدا. چیکار میکردم؟ پول جمع میکردم، میرفتم موتور سبزه رو میخریدم، بعد پول جمع میکردم، اون یکم ارتقا میدادم که دیگه بالاخره دلخوشی و پاداش و این لذت و عشق و حال. قضیه مال تقریبا فکر کنم سال 92 3 تقریبا 10 12 10 11 آره دیگه 10 سال پیش. اگه 404مون شروع بشه زنده بمونم میشه 10 11 سال پیش. آره، بعد مرحله رو که مثلا همجوری میرفتم سکه جمع میکردم، میرفتم چیکار میکردم؟ یه مرحله بود، مرحله فضایی بهش میگفتم. کلا اونجا جاذبه فکر کنم کلا 2-3% کار میکرد، فقط در همین حد که مثلا لاستیکت بچسبه به زمین که بتونی راه بری. داستان قضیه این مرحله این بود که شما با هر وسیله نقلیه‌ای وقتی که به پرواز در می اومدی، وقتی که از سطح زمین فاصله میگرفتی، میگیری چی میگم که فاصله که میگرفتی بهت پول میداد، یعنی هر چقدر که بیشتر، هر چقدر که مدت زمان بیشتری توی هوا بودی بهت پول بیشتری میداد. خب ما چیکار میکردیم؟ در واقع من میرفتم همینو پرواز میکردم، پول در میآوردم، همینو میرفتم پرواز میکردم، پول در میآوردم، خرج موتور میکردم. حالا چیکار میکردم؟ ذهن بیزینسمنی، یعنی از بچگی ما بیزینسمن بودیم. میبینی کامران باخ نمیده، کلا من بیزینسمن، اصلا I am business. خب چیکار میکردم؟ یه ماشینه بود بهش میگفتم شاتل فضایی، ماشین شاتل فضایی. این زیرش 2 جت انجین داشت، یکی این ور یکی اون. بعد شما وقتی که این جفت چیزو میگرفتی، اسمش چیه، جفت پدالو که میگرفتی، پدال گاز و ترمزو که با هم میگرفتی، این پرواز میکرد ناکس. اینو که میگرفتی پرواز میکرد. حالا من چیکار میکردم؟ میرفتم با سرعت دور میرفتم از تپه بلند پرواز میکردم. پرواز که میکردم جفت دکمه رو میگرفتم، اینم بیشتر میرفت با همینجوری پول بیشتر. همین کار خاص دیگه نمیکردیم، پرواز میکردیم، پول بیشتر در میآوردیم، خرج ماشین میکردیم،
همون موقع هم عشق هزینه ماشین بودم دیگه، گفتم پول بیارم برم ماشینمو ارتقا بدم، ریماپ و بنزین و شاتون و پیستون و اینا دیگه. خلاصه دیگه به جای خاصی نمیرسید، همین کل تفریح ما همین بود. آها چرا یه چیزی دیگه هم بود، یه ماشینه بود شبیه ماشینه انگار مثلا زمان ماشین های نخستین بود، یه جورایی رنگش بنفش بود، بعد این سیلندرش از تو کاپوت زده بود بیرون اینجوری. میرفتم اونو میگرفتم، خیلی با اون حال میکردم، اونو میگرفتم ارتقاش میدادم، لاستیکاش هم بزرگ نمیکردم، همون لاستیک کوچولو انقدر میذاشتم. موتور ببین یه دیزل میشد قشنگ، اصلا انگار یه موتور 6 سیلندر خطی دیزلی بود، انقدر قدرت خوبی داشت. میرفتم مرحله جنگلیه، اون مرحله نه که چیز بود، اون درخت داشت و درختش 3 تیکه بود در میومد، اون نه، یه مرحله بود جنگلی بود، خیلی حال میداد، مثلا تا 8000 متر 12000 متر هم میرفتم که میشه حدوداً 10 کیلومتر. آره دیگه 8000 متر میشه 8 کیلومتر، 10000 متر هم میشه 10 کیلومتر و 12000 متر هم میشه 12 کیلومتر. آره خلاصه که دیگه این تفریح ما بود دیگه. از سری ماشیناشم که بخوام براتون بگم، یه فولکسه بود، فولکسه خیلی باحال بود. من اصلا ببین بین این همه ماشینا عشقم اون فولکسه بود که اونو سوارشم برم از خودم بچرم. الان میگم چرا بچرم. آقا ما این فولکسه رو میگرفتیم، بعد مثلا موقع خبر داشتیم از این قضیه، این فولکسه که راه میرفت آروم آروم در اثر استهلاک، ببین با سازنده بازی فکر اینجاشم کرده بود بیناموس، لاستیکا استهلاک داشت، بعد لاستیکا آروم آروم، بعد مثلا یه جاش ورم کرد، مثلا یه جاش رفت توی، مثلا یه جاش چرا اینجوری شده، میرفت بعد همین که میرفتی دوباره بدتر میشد. بعد به مرحله مثلا مرحله 3 که میرسید، لاستیک مرحله آخرش که میرسید دیگه میترکی لاستیکه، یه دو سه تیکه فقط از لبه لاستیک بهش بود، با همونم بازم میرفتیم. بعد یه جا میرسیدی که دیگه کلا لاستیک از ماشین خارج میشد، یعنی کلا لاستیک در میرفت از تو ماشین. بعد دیگه خب بعد ما اینجوری بودیم که لاستیک در اومد که چیکار کنیم الان، کار دستت بر نمیاد. منم که اون موقع نمیدونستم، فقط مثل خر گاز میدادم که برم. بعد فهمیدم که وقتی یه جا وای میسه، اون جایی که لاستیک در اومده از توش داره دود بلند میشه، خب بذار ببینیم بخواد چه اتفاقی بیفته، یا منفجر میشیم یا میمیریم، که بازم گیم اوور میشیم. دیدیم که لاستیک در میاد دیگه، اونجا بود که فهمیدیم چه پلن باحالی، لاستیک ماشین در میاد مثل قول چراغ جادو، لاستیک دیگه، نه جکی نه چیزی، لاستیک میومد بیرون. خیلی باحال بود، خیلی حال میداد. فقط سقفش فکر کنم، سقف اون وانتو وانت کنه، سقف اون ونو فکر کنم با توف چسبونده بودن، یعنی کل به هیچ بند بود، فقط کافی بود به یه چیزی بخوره که تلپی بیاد. بعد نبود این رانندم جلو بود، اولین مصدوم راننده بود، یعنی باید شانس می آوردی که به چیزی نخوری. بعد آره دیگه همینا بود دیگه. همینجوری که اومدیم جلو یه ماشین دیگه اضافه شد قبل از اون قرمزه که باید با الماس می‌خریدی، اونم کلا بیفایده بود، موتور قوی تر مینداختی، لاستیک بهتر مینداختی، بدنه رو عوض می‌کردی، بازم بیفایده بود. آره باحال بود، خلاصه بازی باحالی بود، هنوزم دارمش البته. الان که دارید هم صداشو میشنوید هم چند تا اسلاید ازش میبینید، دارمش دیگه، حال میده. خلاصه که آره امیدوارم که الان که واسه من شبه، الان ساعت تقریبا 9 دقیقه مونده به 2 شب 1422 اسفند 1403 دیگه، الان 18 دقیقه مونده به 2403. امیدوارم که هر کجا این کره زمین هستی خوب و خوش و سلامت و قبراق باشی و هر آن چیزی که از زندگی میخوای به دست بیاری. من کامران هستم و برای این ویدیو اصلا برام اهمیتی نداره که چه اتفاقی میخواد بیفته. در واقع منظورم اینه که میخوام حرف دلمو بزنم. من الان 19 سالمه. اردیبهشت 1404، 19 اردیبهشت 404 میشه 20 سالم. یعنی اینو گفتم که دیگه توی ویدیو دیگه نگم. اینو من همینجا گفتم که دیگه خودتون بدونید که دیگه من داستان چیه. آره 19 سالمه، اردیبهشت، سال بعد 20 سالم.
خلاصه که خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. یعنی از همینجا من از تو درخواست میکنم. از کی؟ از کامرانی که بعدا احتمالاً این ویدیو رو میبینه. از 20 سالگیت برام بنویس زیر این ویدیو، از 21 سالگی برام بنویس، از 22 سالگی بنویس، 23، 24، 25، 26. یعنی آره دیگه، از 20 سالگیت برام بنویس که چجوری بود، یه خلاصه، حالا میخواد تو 2 خط باشه. 21 سالگی چه تجربه‌ای داشتی، 22 سالگی چه تجربه‌ای داشتی، 23 سالگی، 24 سالگی، 25 سالگی، 26 سالگی، 27 سالگی، 28 سالگی، 29 سالگی و 30 سالگی. امیدوارم که تا اون موقع عمرمون قد بده، من هم زنده بمونم و اتفاقی برام نیفته که بیفته که من نباشم که بیفته، گوشیمت تو پای بیفته. قافیه رو داشتی؟ جواد خیابانی هستم. آره دیگه، خوشحال و شاد و خندانم، قدر این دنیا رو میدانم. آره، بدرود.